سلام دوستان عزیز، امروز میخوام درباره انواع ویزاها صحبت کنم، به خصوص ویزای تحصیلی آموزشگاهی، چون که این ویزا دم دست‌ترین ویزا هستش برای اقامت 1 ساله در تایلند و خیلی راحت میشه این ویزا رو گرفت. یه سری ویزاها هستن که میشه باهاشون اقامت کرد که البته یه مسائلی و مشکلاتی دارن که من توی ویدیو توضیح میدم. پس برای کسایی که میخوان ویزا اقامتی بگیرن توی تایلند، لطف کنن این کانال رو سابسکرایب کنن، چون حتما به کارشون میاد و ضمن تا آخر ویدیو وایسید، چون که من میخوام توضیحات خیلی مفصل و راحتی بدم که کار رو آسان کنه برای شما. در ولی اول بگم که در تایلند تقریبا هیچ نوع اقامتی نمیدن، یعنی فقط سالی به چند نفر، اونم خیلی به سختی و شرایط خیلی خاص، یه ویزاهای 10 ساله یا 5 ساله میدن. پس الان برای شما این سوال پیش میاد که چطوری پس بعضیا توی تایلند زندگی میکنن، حتی خود ایرانی هم ما خبر داریم که یه تعدادی ایرانی زندگی میکنه، یا خود من که اونجا زندگی میکنم، البته من که مرتب میرم و میام، ولی به هر حال اونجا میتونم اقامت کنم. خب حالا میگم که چطوری این کار میشه کرد. ببینید چند نوع ویزا داره که ویزای 1 ساله هستن، مثل ویزای تحصیلی آموزشگاهی که مدارس زبان این ویزا رو میدن و قبال مبالغی این ویزا رو شما میتونید بگیرید. یکی دیگه ویزای بازنشستگی هستش که برای اشخاص 50 سال به بالا در نظر گرفته شده که اونم شرایط خاص خودش داره که من اونم توی ویدیوهای بعدی حتما توضیح میدم. ویزای بیزینس هستش که شرکت میزنن، افراد میرن اونجا یه پولی خرج میکنن، یه شرکتی میزنن و با اون شرکت کار میکنن و نتیجتا میتونن ویزای 1 سالشون مرتب تمدید کنن. البته ویزای توریستی هم هستش که 2 ماه هستش و برای افرادی که میخوان برن مسافرت تا 2 ماه میتونن توی تایلند سفر کنن و خوش بگذرونن. ولی حالا بریم سر ویزای تحصیلی که ببینیم ویزای تحصیلی شرایطش چیه. معمولا برای اخذ ویزای تحصیلی یا آموزشگاهی توی ایران یه سری شرکت ها هستن که توی اینترنت من دیدم تبلیغ میکنن. اینا میگن که در مقابل مبلغی شما به شرطی که پاسپورت داشته باشید ما تمام کاراتون رو انجام میدیم و یه ویزای 1 ساله تحصیلی به شما میدیم. البته من توی ایران واقعا هیچ شرکتی نمیشناسم که بگم این شرکت قطعا مورد اعتماد و همه کارها رو انجام میده. به حال هستن، شما خودتون میتونید تحقیق کنید که ببینید این شرکت ها این کارها رو واقعا میتونن انجام بدن یا نه. این یه راهش. ولی راه دیگهش اینه که شما با یه ویزای توریستی بلنشید بیایید تایلند. بعد توی تایلند از همون روز اول، چون ویزاتون 2 ماه طول میکشه، از همون روز اول باید به یکی از دفاتر اخذ ویزا توی بانکوک یا پاتایا که مثلا من هستم برید مراجعه کنید و تقاضای ویزای تحصیلی بکنید. این دفاتر چون تایلندی هستن معمولا کارشون درست انجام میدن. من خودم شخصا یکی از این دفاتر رو میشناسم، دیدم برای تعدادی از بچهای ایرانی هم ویزا گرفته. ویزای دیگه هم میگیره، ولی ویزای تحصیلی صحبت من هستش. معمولا در مقابل یه مبلغی از شما پاسپورتتون رو میگیرن، بعد میفرستن انگشت نگاری، بعد بهتون میگن برید 50,000 بعد توی یه بانک تایلندی بخوابونید که البته چون که ویزاتون تحصیلیه به این سادگی نمیشه، ولی اونا بهتون یه نامه میدن که بتونید این کار رو بکنید. چون که شما متقاضی ویزای تحصیلی هستید این کار رو میتونید انجام بدید با نامه‌ای که بهتون میدن. به هر حال 50,000 بعد به صورت ودیعه میذاره توی یه بانک،
بعد شما رو میفرستن انگشت‌نگاری توی بانکوک، توی محلی از مال پلیس امیگریشنه، اونجا انگشت‌نگاری انجام میدید، بعد 2 روز جوابتون میاد. بعد که جوابتون اومد شما رو معرفی میکنن به یه مؤسسه زبان یا مدرسه زبان. این مدارس هم درس انگلیسی بعضیشون میدن، هم این که درس تایلندی، یعنی زبان تایلندی میتونی بخونی یا زبان انگلیسی. در مورد زبان انگلیسی ممکنه این مقدار بیشتر بشه، بستگی البته به خود اون مدرسه هم داره. بعضیشون مدارس خیلی شیکی هستن و امکانات بیشتری دارن، بعضیشون نه، یه اتاقیه چند فهمیان میشینن داخلش و توش یه معلم میاد زبان یاد میده، اونا ارزون‌تر حساب میکنن. به هر حال شما این مبلغ هم که هر 3 ماه یه بار بدید میتونید سر کلاس حاضر بشید، زبان بخونید، یاد بگیرید زبان و اتفاقا خوبم درس میدن. ولی شما با این ویزا نمیتونید کار کنید، فقط میتونید 1 سال توی تایلند اقامت داشته باشید. حالا این چطوریه الان بازم من توضیح میدم. بچه‌های ایرانی این ویزا رو میگیرن ولی میرن کارهای غیر رسمی انجام میدن، مثل تو لیدری، مثل رفتن توی کلاب و کار میکنن توی کلاب، یا توی رستوران ها کار میکنن، توی رستوران ایرانی، رستوران های خارجی، اینا کار میکنن. چون که خیلی سخت نمیگیرن، کارم غیر رسمی، میتونن با این ویزا چون که مقیم هستن حالا میتونن کار کنن. حالا چطوری برن سر کلاس اینا میگم. معمولا اینا میدونن که این ویزا برای که مردم اقامت کنن این ویزا رو میگیرن، نه برای اینکه یه چیزی یاد بگیرن. خیلی ها اینا میدونن. نتیجه شما وقتی میرید سر کلاس مدام باید غیبت کنید دیگه. خب اونا یه همکاری با شما میکنن، وقتی که پلیس امیگریشن میخواد بیاد حضور غیاب کنه به شما زنگ میزنن، از قبل بهشون میگن که فلان روز تشریف بیاد کلاس که قرار حضور غیاب بشه. نتیجه شما میرید. یادتون باشه اگه 2-3 بار غیبت کنید و پلیس بیاد عدم حضور شما رو ببینه، احتمال اینکه ویزاتون رو کنسل کنه وجود داره. خب حالا شما نتیجه کار چی میشه؟ شما 1 سال موندید. ببین تا 2-3 سال میشه این ویزا رو تمدیدش کرد، یعنی دوباره پول بریزه به حساب، دوباره از اول این ویزا رو بگیره توسط حالا همون مدرسه یا اون شرکت ها. تازگی بعد 2-3 سال دیگه این ویزا رو نمیدن. حالا بچه‌ای که زرنگ هستن و توی تایلند مثلا 3 سال موندن دیگه راه‌هاش یاد گرفتن که چطوری بمونن، میان یه فکرای دیگه میکنن، مثلا میرن یه شرکت پیدا میکنن، میرن اونجا استخدام میشن، میرن چه میدونم یه مغازه پیدا میکنن، تقاضای یه مثلا ویزای ورک پرمیت میکنن، یه شغلی پیدا میکنن، حالا یه فکری میکنن. بعد 3 سال گذشته و یاد گرفتن دیگه. شما ان شاءالله بتونید این کارو بکنید و بعد از 2-3 سال اگه کار پیدا نکردید لااقل برید یه شرکت بزنید، شاید تا موقع وضعتون خوب شده باشه بتونید، و اونم قیمتش خیلی زیاد نیست. در مورد این ویزا یه جایی من شنیدم که یه ایرانیایی هستن اونجا وکیل هستن، یه پول میگیرن مثلا 50,000 بات میگیرن کل ویزا، یعنی کل کاراش انجام میدن. من اونم نمیدونم که چقدر درسته یا واقعا میتونن انجام بدن یا نمیتونن، ولی شنیدم که این کارا رو انجام میدن. این هم دیگه خودتون باید تحقیق کنید، ببینید کسی پیدا کنید، ببینید شاید اینجوری خب از ایران براتون کار راحت‌تر دیگه انجام میدن کل کارات. ما شما برید با یه ویزا 1 ساله از ایران بلند شید برید، خب مسلما بهتره تا اینکه با توریستی برید و اونجا خودتون بدوید دنبال کار. ولی اگه پیدا نکردید حتما اون کارو میتونید کنید، با ویزای توریستی برید و تبدیلش کنید به ویزای تحصیلی. توصیه میکنم که همینجوری پول دست کسی ندید، چون که بعض وقتا این پول ممکنه بره و متأسفانه قانون خیلی پیگیر این جریان نیست. پس اگه هم کسی به شما پیشنهاد داد بگید خب باشه انجام بده، من پول شما رو میدم، یا تیکه تیکه بدید و حال ببینید کجا تا کجا پیش رفته. خب انشالله که این ویزا به درد شما بخوره. ببینید پس همچین مدارک خاصی هم نمیخواست، معمولا یه فرم پر میکنید، یه عکس روش میزنید، یه پاسپورتی که 6 ماه حداقل باید به تاریخ انقضاش مونده باشه. ویدیوهای بعدی
چون که ویدیو طولانی میشه توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم و انواع اقسام ویزای به خصوص ویزای توریستی و ویزای بازنشستگی رو من دقیقاً دوباره توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم. موفق باشید. این سابسکرایب یادتون نره که این کانال حمایت بشه و توجه بکنه. متشکرم.